سلام عرض میکنم، اینجا آفساید. خوش آمدید به آفساید. امروز دنبال اینیم که پاسخ یک سوال کاملا معقول و منطقی رو پیدا کنیم. سوال کاملا معقول و منطقی پیش روی جمهوری اسلامی هست که از برجام چه چیزی باقی مانده برای جمهوری اسلامی؟ این سوال از اون جهت مهمه که تا دیروز روی این برجام خیلی حساب کرده بودن. برجام یعنی یک فضای جدید، یعنی برای نظامی که داشت از خفگی تحریم ها رنج می برد، قرار بود که این برجام نقش یک کپسول اکسیژن رو ایفا بکنه. برجام یعنی تنفس جدید. حالا موضوع اینه که ظاهراً این شلنگش گرفته یا هر مشکلی که هست، بعد از یک سالی که از امضای برجام میگذره، نه تنها اکسیژنی به نظام نرسونده، بلکه برعکس با تمدید 10 ساله تحریم ها توسط کنگره معلوم شد که توی این کپسول گاز خفه کننده نیتروژن بوده و اصلا برجام بی برجام و نقض شده و مغایرت داشته و این حرفا. نقض عهد کرده. نقض برجام هست. دقیقاً نقض برجامه. خلاف توافق هسته‌ای است. نقض او محسوب میشه. بابا این که حرف جدیدی نیست. مثل همیشه دوباره مهرهای دلواپس نظام رو ردیف کردن، میخوان از برجام سیاه‌نمایی کنن. راست میگی؟ برو از دور و بریه شیخ فری سوال کن. عملا نقض برجامه. این نقض برجام هست. مغایر با برجام. با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است. مثل اینکه این بار دیگه قضیه مرحوم شدن برجام داره جدی میشه. بی خود نیست که تو بعضی دانشگاه حلوا و خرمای برجام هم خوردن و براش فاتحه خوندن. حالا سوال اصلی اینه که نظام چی کار میتونه بکنه؟ آیا اصلا کاری هست که بتونه بکنه؟ یا بیشتر امیدشون به اینه که یک کسی توی آمریکا یک کاری براشون بکنه؟ رئیس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تایید و به ویژه از اجرای آن جلوگیری نماید. بله، پس تکلیف برای رئیس جمهور آمریکا روشنه، زیادم وقت نداره. تا قبل از اینکه کلید کاخ سفید رو تحویل بده، باید از اختیاراتش استفاده کنه. حالا اختیاراتش چیه؟ چی کار میتونه بکنه؟ وتو؟ اون الان میدونید با یک رأی بسیار بالایی تصویب شده، بالای 2/3 تصویب شده. آیا اوباما اگر بخواد این رو وتو هم بکنه، در عمل وتوش به درد نمیخوره. البته ایشون وظیفه داره وتو بکنه چون نقض برجامه. به نظر میاد که دوران طلایی اوباما هم دیگه داره کم کم رنگ و روش میره. دیگه حتی وتوش هم به درد نخور شد. آقای اوباما، وتو نمیتونی بکنی، حداقل هم حزبیای خودت رو توی سنا مخالف میکردی. یک کالی، زنگی، تماسی نمیشد؟ آنقدر در مجلس نمایندگان از سنا بی اعتبار شدید که حتی هم حزبی های شما هم به نظر شما توجهی نمی کنند. حدود نیمی از اعضای کنگره از حزب دموکرات هستند. چطور یک نفر آنها رأی نداد؟ بابا اصلا آمریکا رو ولش کن. اونجا اصلا فرقی نمیکنه، چه خانم ترامپ چه خانم اوباما، هر کدوم می اومدن بازم همین قضیه بود. خانم کلینتون و خانم ترامپ هر کدوم می اومدن، اینا همین سیاست خصمانه رو دنبال میکردن. البته اگر خانم اوباما می اومد، ممکن بود وضعیت طور دیگه ای بشه. و قطعا اگر چنانچه آقای ترامپ پیروز نمیشد، خانم اوباما بود، شاید ما الان با یک وضعیت دیگری مواجه بودیم. این دو تا کارشناس که به نظر میاد خودشون توی این وضعیت دچار گیجی و سردرگمی هستن و خانم آقا رو قاطی کردن، کشف میکنن که اصلا نقض برجام مشکل نظام نیست، بلکه مشکل خود آمریکا و اروپا است. اونا هستن که به برجام نیاز دارن. اونا هستن که الان ویران شدن و در معرض فروپاشی هستن و توی وضعیت پارادوکسیکالن، وگرنه نظام که قدرت برتر منطقه است. چون طرف امریکا هم به شما بگم ناشی ضعفشه، یعنی نیاز داره. امریکایی ها آرمان‌هایی رو تو دنیا
پراکنده میکردن تحت عنوان امریکن دریم، اینا همش امروز فرو پاشیده. کسی اومده میخواد از وضعیت ویرانه امریکا دفاع بکنه که خودش در واقع عامل ویرانیه. خود اروپا در حال فروپاشیه. اتحادیه اروپا امکان داره اصلا بپاشه. حاکمیت آمریکا الان در داخل آمریکا هم سختی داره اقتدار خودش رو نگه می‌داره. در اروپا هم همین بحثو داره. دوچار یک شرایط پارادوکسیکال هستن. دست برتر با ایران به عنوان یک بازیگر تعیین کننده در صحنه تحولات منطقه و مسئله داماتو هم در واقع یک قانون به اصطلاح ارد خارج و کپک زده است. یعنی دو تا از این برنامه‌ها رو زیرنویس انگلیسی بزنن توی اروپا پخش کنن همچی موج مهاجرت برگرده سمت ایران که ندونن چجوری متوقفش کنن. نمیدونم چرا ولی وقتی این حرفا رو میشنوم همش یاد همون ادبیات قطعنامه دونه پاره میافتم. اینقدر قطعنامه صادر بکنیم تا اون قطعنامه دونه پاره بشه. میگن توی هر جای دنیا بری بگی تو قرن 21 یه کشوری هست که ادعا میکنه قدرت اول منطقه است ولی بعضی از استاناش هنوز گاز و آب و برق ندارن، ازت تست الکل میگیرن. ابر قدرت منطقه، یه توپ پا بیا بیرون، برو تو خیابون ببین جلوی مجلستون چه خبره. 3 میلیون حقوق قایمه، مسببه نوشتم سر کارمون گذاشتم، مسببه نوشتم سر کارمون گذاشتم. آقا اصلا برگردیم به برجام. بالاخره با این برجام توی این نظام چی کار باید کرد؟ مجلس ترحیم براش بگیرن؟ توی مدارس تدریسش کنن؟ نظرت چیه؟ این که میگن برجام رو بایستی در مدارس تدریس بشه، منم معتقدم واقعا همینه. باید تدریس بشه به عنوان یک فاجعه. بله، برجام ارتقای درجه پیدا کرد و از باطلاق به درجه رفیع فاجعه نائل اومد که از این بابت بهش تبریک میگیم. برجامی که یک روز قرار بود تنفس مصنوعی بده الان شده فاجعه و وسیله‌ای برای فشار. من حرفم در این زمینه به مسئولین و به مردم اینه که این توافق هسته‌ای که اسمشو گذاشتن برجام، این نباید تبدیل بشود به یک وسیله‌ای برای فشار هر چند وقت یک باری از سوی دشمن به ملت ایران و به کشور ما. اینم که داره توپ رو میشوته توی زمین مسئولین برجام که لیدرشون ظریف بود. راستی ظریف کجاست؟ خیلی وقت خبری ازش نیست. رفته هندوستان؟ بله، به نظر میرسه که بعد از تمدید تحریم ها ظریف هم متحول شده و فعلا یه مدتی با تغییر قیافه تو سکوت بیسیمی به سر میبره تا موج رد بشه. شاید هم میخواد از هندی ها یه برجام جدید بگیره. اما روحانی ظاهرا زرنگتره و از همین الان داره تو همه سخنرانی‌هاش انگشت اشاره رو به سمت مقصر اصلی نشونه میره. ما هیچ قدمی در مسئله برجام بر نداشتیم مگر اون که با مقام معظم رهبری مشورت کردیم، جلسه گذاشتیم. ایشون نامه‌های مکتوبش هست، نامه‌هایی که به من خطاب کرده و دستوری که من دادم رو نامه‌های ایشون، هیچ نامه‌ای نبوده ایشون بنویسه و من دستور قاطع ندم که عین اون چه ایشون گفته باید اجرا بشه. البته یه روزی همه اینها منتشر خواهد شد به طور طبیعی در زمان خودش. روباه بنفش که میگن یعنی همینا. ببین خیلی زرنگه، قشنگ قلاده برجام رو انداخت به گردن ولایت که اگر توی انتخابات آینده هم موج خواست برگرده علیه برجام پرش به این نگیره. عیناکس دیگه الان نمیگه ما چنین کردیم و چنان کردیم، چون نقض برجام داره قطعی میشه. تخلف‌های متعددی کردن، یکی دوتا نیست. تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داشت. حالا این وسط فقط ما نفهمیدیم این واکنش نظام به این نقض برجام چی خواهد بود؟ کسی پاسخ مشخصی داره؟ پیشبینی‌های لازم رو کردیم، خب عقلانی هم بود که این کار رو بکنیم ولی این پیشبینی‌ها رو که الان نمیخوایم اعلام بکنیم مثلا ما چه کارهایی میتونیم بکنیم.
بالاخره یه چیزی بگو که بسیجیام خودشون آماده کنن. قرار جنگ بشه، موشک میزنید، اون کارهای عقلانیتون چیه؟ ما اعتقاد داریم که برجام یک سند معتبر بین المللی است. یه لحظه آقای رئیس جمهور اجازه بفرمایید. دوستان بفرمایید از صندلیاتون. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید آقایون. بفرمایید دیگه. بفرمایید آقایون. بفرمایید. جناب علی هم بفرمایید. نیستید دیگه اینجا. خواهش میکنم بفرمایید در صندلیاتون بشین. تو هم که اینقدر با قروفر صحبت میکنی و کشش میدی که جلسه منحرف شد. بیا سر اصل مطلب حاشیه هم نرو. بگو چه کارتی توی دستت داری که بازی کنی؟ جمهوری اسلامی ایران همونطور که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند هیچگاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود. ما به تعهدات خود پایبندیم. یعنی زرشک ته خط داره میگه ما کاری نمیتونیم بکنیم، بقیه‌اش هم جز بلوف دادن چیزی نیست. اما دقیق ترین حرف رو در این مورد به نظرم این عبیانه گفته. این یکی از کارشناسای سیاسی استراتژیک نظامه که در این مورد اینو گفته که براتون میخونم. میگه ما در برجام کیش و مات شدیم. اگر به برجام عمل کنیم به نوعی زیر بار حرف زور آمریکا رفتیم. اگر برجام رو رد کنیم و نقض کنیم باز هم مقصر جلوه‌گر میشیم. یعنی باز هم به خاطر نقض برجام تحریم‌های بیشتر مشروع و قانونی میشن. نتیجه این که فاجعه برجام بعد از 1 سال خود ولی فقیه رو کیش و مات کرده. خدا نگهدار.